وصیت چهلم: حقیقت فقیری. از ابوذر رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ای ابوذر، آیا بسیاری مال ثروتمندی است؟ گفتم: آره ای پیغمبری خدا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: به درستیه که ثروت حقیقی ثروت دل است و فقیری فقیری قلب است. شخصی که ثروت در دل آن باشد او را هیچ ضرر نمی رسد آنچه در دنیا روبرو می شود. شخص فقیری در دلش باشد او را آنچه که بیشتر در دنیا است ثروتمندش نمی گرداند. به درستی که بخیلی نفسش را ضرر می رساند. روایت ابن حبان.